دوستان سلام. آقا یه بار دیگه درود به دانشجوهای پرشور و حال هموطنم که با 16 آذرشون تا همین الان دارن آخوندا رو میلرزونن. واقعیت قضیه اینه که هم باند کوسه و شیخ پری و هم باند سید علی وافور دنبال این بودن که از سفره روز دانشجو یه لقمه انتخاباتی کش برن و باند مقابل رو بکوبن. مثلا حرف باند خامنه این بود. دانشجویان ظرفیت‌های مناسبی برای دولت‌ها محسوب می‌شوند، اما نباید از این ظرفیت خوب بهره نامناسب برد. میگه خوب از دانشگاه بهره ببریم، اما باید مراقب باشیم که یهو قضیه گر نگیره. منظورش اینه که دانشگاه به درد دفن استخون و این حرفا میخوره. حالا ببینید حرف باند کوسه چی بود. رویارویی اقتدارگرایی و جنبش دانشجویی در آینده مجدداً وارد فاز نظامی خواهد شد و فجایعی دیگر خواهد آفرید. عجب پس لرزه‌هایی. این یکی داره توی دل باند خامنه رو خالی میکنه و به جماعت جام زهری میفهمونه که اگه راه کوسه رو سد کنید اون وقت کار بیخ پیدا میکنه و جنبش دانشجویی میره تو فاز نظامی. اما همزمان با این صداهای باندی یه صدای جوندارم از دانشگاه بلند شد که میز آخوندا رو اساسی چپ کرد. تشکر وابسته نمیخواد تشکر وابسته نمیخواد تشکر وابسته نمیخواد بله، این همون شعاری بود که به گوش همه آخوندا رسید و باعث شد به صورت جمعی فیوز بپرونن. روحانی صدای پای دشمن را میشنود؟ آقای روحانی در ابتدای راهی پرخطر ایستاده که خاتمی 16 آذر 1383 به ته آن خط رسید. 16 آذری که امسال دولت آقای روحانی برگزار کرد، بار دیگر صدای پای دشمن را از اردوگاه مدعیان اعتدال و اصلاح طلبی به گوش رساند. حالا این دشمنی که صدای پاش به گوش میرسه کیه؟ بازم جوابو از کیان شریعت نداری بشنوید. یک عضو مفسد کارگزاران که سمبل سقوط و انحطاط کامل یک آقازاده و دارای سابقه محکومیت است، پس از آزادی از زندان مدعی شد دوستان خوبی از میان بهایی ها و سازمان مجاهدین خلق پیدا کرده و اصرار دارد تا این سازمان تروریستی را نه منافقین بلکه مجاهدین خلق بنامد. حالا میرسیم به حرف همیشگی موشکاف. آقا تو این دعوایی که سر لحاف مولاست، تو این جنگ و دعوای باندی نه کوسه برنده میشه نه سید علی وافور. برنده اصلی همون دشمنای نظامن، همون محاربا. ماشالله. اینه که کفر آخوندا رو در آورده. پس با آخوندا میگم اجالتا این صدا رو بشنوید تا صداهای بعدی هم برسه.